همه ما در ایران کرد هستیم، همه ما در ایران آذری هستیم، همه ما اهل خراسان هستیم، همه ما همشهری حافظ هستیم، همه ما همشهری سعدی هستیم و فردوسی هستیم از نظر بیولوژی. بنابراین اگر از شما بپرسند که نژاد شما چی هست، نژاد ما آریا نیست، مفهومی نداره. نژاد ما ساپینس هست، هومو ساپین ساپینس، همه انسان هایی که روی کره زمین هستند. اما اگر سعادتمند باشیم میتونید بگید که من از تبار آریا هستم. اگر سعادتمند باشیم میتونیم بگیم که من از تبار کوروش بزرگ هستم. اگر سعادتمند باشیم از تبار عمر خیام و از تبار فردوسی هستم. اما دنبال ژن‌های اونها در خودتون نگردید. امکان نداره شما ژن کوروش رو در کسی پیدا کنید. امکان نداره شما ژن داریوش